سلام دوستان عزیزم، انشاءالله که یک پنجشنبه خوب و پشت سر گذاشته باشین و نذرهای مربوط به خانم ام البنین رو انجام دادین و انشاءالله که حاجت گرفته باشین، حاجت روا بشین. انشاءالله خانم ام البنین دستتون رو میگیره، حاجت رواتون میکنه. الهی آمین. میخوایم امشب اینجوری دعا کنیم. امشب که شب جمعه است اینجوری با خدا حرف میزنیم، میگیم خدایا من تو رو میخوام، عاشق تو هم، من فقط تو رو میخوام، به اسمت قسم خدای خوبم، من فقط تو رو میخوام. نگو خدایا من ماشین میخوام، من خونه میخوام، من زمین میخوام، من پول میخوام، من ثروت میخوام. فقط و فقط خدا رو بخواین، خدا رو بخواین. بگین خدایا من فقط تو رو میخوام. اگه خدا رو بخواین، خدا از همه چیز شما رو بی نیاز میکنه. فقط از خدا اینو بخواین که من خدایا فقط تو رو میخوام، هیچی دیگه نمیخوام. خدای بزرگ، از خدا اینو فقط بخواین دوستان عزیزم. بعد ببینین که خدا چه رزق و روزی بهتون میده، چجوری مشکلاتتون رو حل میکنه، گرفتاریتون رو برطرف میکنه. فقط هر شب این دعا رو کنین، بگین خدایا من فقط تو رو میخوام. انشاءالله که خدا هر حاجتی داشته باشین بهتون میده، حاجت روا میشین. برای چشم زخم و چشم نظر و برای برکت رزق و روزی فراوون، روزی 5 مرتبه آیات الکرسی رو بخون تا هو العلی العظیم. فقط روزی 5 مرتبه آیات الکرسی رو بخون، از هرچی چشم زخم و چشم نظر در امان میمونی. گرفتاری داری، مشکل زیاد داری، مشکلت حل نمیشه، هر کاری میکنی مشکلاتت گره خورده، اللهم اجعل ولیک الفرج. امام زمان زیاد صدا کن که به دادت برسه. مشکل داری، گرفتاری داری، مشکلاتت زیاده، گره خورده به هم، نرو پیش کسی بگو که آبرود بره، خجالت بکشی، دستات ببر بالا و امام زمان صدا کن. 4 ذکر قرآنی که معجزه میکنه. سراب داری، نگران آینده ای که چی میشه چی نمیشه، عاقبت به خیر میشم، دستمو پیش کسی دراز نمی کنم، حال دلم اون موقع خوبه. کافیه هر روز 7 مرتبه، هر روز 7 مرتبه بگی حسبی الله نعم الوکیل. برکت بر رزق و روزی زیاد میخوای فراوون، کافیه روزی 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم رو بگی. یه جا میری یه کار اداریه یا یه جای کار داری، میخوای که کار سریع پیش بره و خوب پیش بره، بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنگ دستی، گرفتاری، مشکل داری، مشکل مالی داری، آیه 30 سوره نور رو روزی 20 مرتبه بخونی. بخون، مشکلاتت، گرفتاریت، تنگ دستیت حل میشه. سوره نور بی حساب کتاب به آدم ثروت میده، به آدم برکت میده. اگر گره افتاد به زندگیتون، با همسرت حرفت شد، دعوات شد، همسرت گذاشت رفت، میخواد جداشه، میخواد طلاق بگیره، دیگه از این بالاتر که نداری، سبحانک انی کنت من الظالمین. شب که میخواین بخوابین چند تا دعا بهتون میگم که اینو بخونین، چون خواب برادر مرگه، معلوم نیست که صبح بیدار بشیم یا نه. اول وضو بگیر، با وضو بخواب. 1 بار آیات الکرسی بخون، 1 بار سوره فلق رو بخون، 1 بار سوره ناس بخون، 3 بارم سوره توحید رو بخون.
میدونستین که زمان اجابت دعاها کیه؟ اون موقع اگه دعا کنی حاجت روا میشی، حاجت میگیری. 1 ساعت مونده به اذان صبح تا 1 ساعتم بعد از اذان صبح حتما انجام بده. هر حاجتی داری، هر گرفتاری داری، اون موقع وقت اجابت دعاست. دعا کن، مشکلتو به خدا بگو. مانی که کسلی، بی حوصله، دیدی بعضی وقت آدم حوصله نداره، یه جا میشینی تو خونه میگی اصلا حوصله هیچی رو ندارم، هیچ جا نمیخوام برم، ولم کنین، با من حرف نزنین، حوصله ندارم. دستاتو ببر بالا. 1 بار سوره حمد، 1 بار سوره توحید، 1 بار سوره فلق و 1 بارم سوره ناس میخونی و اینجوری میماله به صورته. از بی‌حوصلگی و کم حوصلگی میای بیرون. 1 بار امتحان کن، بگو آمن، دستت در نکنه. هر شب، شبای جمعه مثل امشب 5 دقیقه بشین سوره واقعه رو بخون. اگه میخوای از آسیب و درد و بلا در امان باشی، از چشم زخم در امان باشی، برکت و رزق و روزی برات بباره فت و فراوون، سوره واقعه رو 1 مرتبه بخون. با مولا علی هم نشین میشی. سوره واقعه خیلی مهمه دوستان، برای رزق و روزی، فراوانی، خیر و برکت، دور شدن از بلا و گرفتاری و آسیب دیدن، محبوب شدن پیش همه. خیلی 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 سوره واقع شیرینه و خاناست. انشاءالله که شما هم بخونین و برکات و معجزه سوره واقعه رو ببینین. میدونم به خاطر عهدی که با خدای خودم بستم یا انرژی زیادی که تو دلمه، هر کس میاد تو پیجم حاجت روا میشه، مهمون پیج من میشه حاجت روا میشه. هر چی تو پیجم گذاشتم، توسل، ختم، ذکر، که الان تو داری منو میبینی، یه سری به پیجم بزن. توسل، ذکر، هر چی تو پیجم گذاشتم، نظر نمک انجام بده. انشاءالله که حاجت روا میشی. هر مشکلی داری کافیه یه سری به پیج من بزنی و از مشکلات گرفتاری نجات پیدا کنی. شاید باورتون نشه ولی واقعیت داره. بیشتر دوستانی که میان تو پیجم حاجت روا میشن، حاجت میگیرن. هر کسی هر حاجتی داره، هر گرفتاری داره، هر مشکلی داره، توسل کن به خانم الملبنی. درست امروز شهادتش بود، تموم شد، ولی تموم نمیشه. همیشه میشه به خانم الملبنی توسل کرد، همیشه میشه از ایشون تقاضای کمک کرد، همیشه میشه از ایشون بخوایم که مشکلاتمون رو حل کنه، گره مشکلات زندگیمون رو باز کنه. هر روز براش صلوات بفرستین. کافیه هر روز به اسم خانم الملبنین 186 مرتبه صلوات بفرستین و هدیه کنین به ایشون و معجزه رو ببینین تو زندگیتون. یا الملبنین. 20 آذر ولادت خانم فاطمه زهراست. خانم فاطمه زهرا 20 آذر روز مادرم هست، روز زنم هست. انشاءالله که روز مادر به همه مادران دنیا تبریک میگم. انشاءالله که همیشه دلشون خوش باشه، در کنار خانواده در آرامش زیاد زندگی کنن. میخوایم واسه خانم فاطمه زهرا 2 رکعت نماز بخونیم مثل نماز صبح. تا 20 آذر هر وقت تونستی 2 رکعت نماز بخون و هدیه کن به ایشون. وقتی که نمازت تموم شد مثل نماز صبح، وقتی که نمازت تموم شد بشین 100 مرتبه صلوات خاصه خانم فاطمه زهرا رو بفرست. 100 مرتبه بگو یا فاطمه زهرا اغیثینی. ببین چه جوری حاجت میگیری، چه جوری حاجت روا میشی. چون اون مادرمونه، نمیخواد که بچه‌هاش ناراحت شن، میخواد گره های زندگیمونو باز کنه. کافیه بهش توسل کنیم، با اشک، با ناله، با خنده، با ذکر، با دعا، با نماز به ایشون توسل کن. انشاءالله که حاجت روا میشی. خانم فاطمه زهرا دست رد به سینه هیچ کس نمیزنه. من میخوام برای 20 آذر که روز مادره و ولادت خانم فاطمه زهراست 5 بسته نمک نذر کنم به نیت حاجت روایی. حاجت دارم، گرفتارم، میخوام 5 بسته نمک نذر کنم.
رو هر کدوم از بسته های نمک یک بار آیات الکرسی رو میخونم، 3 بار صلوات میفرستم، پس 135 مرتبه میگم یا فاطمه زهرا ادرکنی، که خانم فاطمه زهرا حاجت دلمو بده، گرفتاری ما حل کنه، مشکلات ما حل کنه. یا فاطمه زهرا. التماس دعا، روز جمعه خوبی داشته باشین.